سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. امروز میخوام در یه موضوع بسیار بسیار مهم با شما صحبت کنم که پایه و اساس همه موفقیت هاست. میگن یه اتاقی رو در نظر بگیرید که داخل آن پر از گنجه، پر از پول و ثروت و دارایی است، پر از عشق و محبته، پر از یک رابطه عاطفی عالی است. کلید ورود به این اتاق موضوع بحث امروز ماست: عزت نفس. عزت نفس، عزت نفس. دوستان عزیز، امروز میخوام این نکته رو خدمتت عرض کنم که هر بلایی سرت اومد عزت نفستو از دست نده. دچار هر مسئله شدی عزت نفستو حفظ کن. اولین کاری که برای حفظ عزت نفست انجام میدی و چه بسا باعث رشد عزت نفست بشه اینه که باور توحیدی رو در خودت ایجاد کن. باور توحیدی چجوری شکل میگیره؟ از این ذکر: ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو یاری میجوییم. این عزت نفسه. امام حسین علیه السلام میگه که من استعان به غیر الله ضل. هر کسی به غیر از خداوند تمنا کنه، به غیر از خداوند کمک بگیره، خوار و ذلیل میشه، عزت نفسش له میشه. کسی که عزت نفس نداشته باشه موفقیت به سراغ اون نمیاد، خوشی به سراغ اون نمیاد، اعتماد به نفس به سراغ اون نمیاد. پس اولین کار برای ایجاد عزت نفس و رشد عزت نفس باور توحیدی رو در خودت شکل بده که تحت هر شرایطی از بندگان خدا بی‌نیازی بورزی، دست تو پیش بندگان خدا دراز نکنی. عزت نفس یعنی بی‌نیازی از غیر خدا. من کارهایی برای حفظ عزت نفس خودم و بالا بردن عزت نفس خودم انجام دادم که قبل از اینکه بخوام توضیح بدم این نکته رو خدمت شما متذکر بشم که عزت نفس یه بحث روانشناسی خیلی مهمیه که مربوط است به دیدگاه انسان، نگرش انسان، ذهنیت انسان و باور انسان نسبت به خودش. چه حسی نسبت به خودش داره، چه شناختی نسبت به خودش داره. انسانی که تن به ذلت میده، انسانی که عزت نفس خودش رو از دست میده، انسان ذلیلیه. انسانی است که اصلا هیچ خودشناسی نداره، اصلا خودش رو نمیشناسه. میخوای عزت نفس شکل بگیره؟ به خودشناسی بپرداز. قابلیت، استعدادها، توانایی‌ها، ظرفیت خودتو بشناس. برای خودت ارزش قائل شو. ارج و منزلت قائل شو. هر چیزی که این ارزش و این ارج و منزلت رو از تو میخواد بگیره دوری کن، اجتناب کن. منت کشی از مردمه، این کار نکن. عزت نفستو میگیره، لهت میکنه. عزت نفس یعنی احساس رضایت نسبت به خودت. به خودت عشق بورز، مهرورزی کن به خودت، مسئولیت زندگی تو بپذیر، اما توانایی ها، استعداد، قابلیت های خودت رو روی کاغذ بیار. بنویس چه استعدادها و چه توانایی هایی داری. بنویس تا بر کائنات واجب شود تا تو را به همه اهدافت برسونه. بنویس من عزت نفس بالایی دارم، من توانایی فلان حرفه و شغل و مهارت دارم، فلان ظرفیت رو دارم. بنویس تا اون استعدادهای نهفته تو شکوفا بشه، ببینی. وقتی می نویسی انرژی رها شده توسط کائنات جذب میشه و به سمت خودت شکل فیزیکیش برمیگرده. پس بنویس چه استعداد، چه ظرفیت و چه توانایی داری. به خودشناسی که برسی عزت نفس تو حفظ میکنی
با تمام وجود عزت نفس تو حفظ میکنی. انسان‌های خوار و ذلیل انسان‌هایی هستند که عزت نفس خودشون رو از دست دادن، ولی دلیل اصلیش اینه که هیچ شناختی نسبت به خودشون، نسبت به ظرفیت‌ها، نسبت به توانایی‌ها و قابلیت‌های خودشون ندارن. دوست عزیز، پس اول پیشنهاد من ایجاد باور توحیدی بود. توکل به خدا. خدایا به همه لطف و کرم تو نیاز دارم، فقط به تو نیاز دارم. هر خیری که از سمت تو برسه من بهش نیاز دارم، اما بی نیازم از بندگان تو. بی نیازی از بندگان خدا عین عزت نفسه. عزت نفس دوستان برات رهایی و آزادی به ارمغان می آورد. پس اول پیشنهاد من ایجاد باورهای توحیدی بود. دوم پیشنهاد من اینه که شناسایی کن خودتو، به خودشناسی برس، استعداد و ظرفیت‌های خودتو بشناس، یادداشت کن. پیشنهاد بعدی من اینه که یه مهارت یاد بگیر. هوش هیجانی تو تقویت کن، یعنی به راحتی تسلیم نشی، به راحتی آرامش خودتو از دست ندی. در هر شرایط و در هر حال من آرامش خودم رو حفظ میکنم. هیچ چیز نمیتواند آرامش مرا به هم بزند. این عزت نفس. من در گذشته انزوا و گوشه‌گیری رو اختیار کرده بودم. انزوا و گوشه‌گیری یعنی نداشتن عزت نفس، یعنی نداشتن اعتماد به نفس، یعنی نداشتن حال خوب. برای که عزت نفست شکل بگیره، رشد پیدا کنه، یه روابط مثبت برقرار کن با دوستان، با اساتید، با کتبی که به تو الهام میبخشه، به افرادی که مثبت اندیشن، حال تو رو خوب میکنن، به تو انگیزه میدن، به تو الهام میبخشن. ارتباط برقرار کن، عزت نفست شکل میگیره، رشد پیدا میکنی. یه انسان با انگیزه مثبت اندیش به تو انگیزه میده، تو رو هل میده به سمت خواستهات، موتور محرکه تو میشه. این میشه عزت نفس. این میشه عزت نفس. یه نکته که من در گذشته واقعا گیر داشتم در مقابل درخواست‌های به ناحق، نابجا، دور از منطق جواب آری میگفتم. نمیتوانستم جواب منفی بدم، یعنی نداشتن عزت نفس. رو خودت کار کن، روی توسعه فردیت کار کن، رشد فردیت رو تقویت کن. در مقابل درخواست‌های نامعقول و غیر منطقی دوستان، آشنایان، اطرافیان با صراحت جواب منفی بده. نه گفتن رو یاد بگیر. وقتی بتوانی در مقابل درخواست‌های نامعقول اطرافیان جواب منفی بدی، عزت نفست خوب داره رشد میکنه، داره رشد میکنی. این عزت نفس خوبه. و من کار کردم و تونستم برای اولین بار بگم نه، شرمنده. وقتی برای خودت ارزش قائل باشی، وقتی استعداد خودت رو میشناسی، وقتی برای خودت ارزش قائلی و از درون احساس لیاقت و ارزشمندی در تو شکل گرفته باشه، عزت نفست هم بالاست و خداوند و کائنات و ملکوت به لیاقت‌های همه ما انسان‌ها پاداش میدن، به لیاقت‌های ما. اگر کسی می‌بینه که زندگی عالی داره، لیاقتشو به دست آورده، لیاقتشو داشته. عزت نفس ایجاد لیاقت‌ها و ارزشمندی‌ها از درونه. عزت نفس خودتو پاس بدار. پس انزوا رو رها کن با دوستانی که بهت الهام میبخشند، کتبی که راهکار بهت میدن. این جز برنامه‌ات باشه. حتما خودت دوست داشته باش، تحت هر شرایطی. تو بنده خاص خدایی با استعدادها و ظرفیت‌های خاص خودت. تو خلیفت الله فی الارضی.
پس تحت هر شرایط خودت دوست بدار، از خداوند بابت نعمت‌ها و موهبت‌هایی که در اختیارت قرار داده شاکر و سپاسگزار باش و وقتی تو مهر می‌ورزی، عشق می‌پراکنی، مسئولیت زندگیت هم میپذیری و کارهاتو به نحو احسن انجام میدی، موفقیت‌های فردی و کاری خوبی هم به دست میاری. پس خودت دوست داشته باش. من یک انسان لایق، شایسته و دوست داشتنی ام. همواره با خودت تکرار کن. من یک انسان لایق، شایسته، ارزشمند و دوست داشتنی ام. عبارت تأکیدیش کن. هر روز با خودت تکرار کن تا اگر یه صحنه، یه اتفاقی برات پیش افتاد که میخواستی عزت نفستو از دست بدی، آگاه بشی، به خودت متذکر بشی که من لایق، شایسته و سزاوار بهترینام. من یک انسان ارزشمند و دوست داشتنیم. این میشه عزت نفس. وقتی میگم یه مهارتی رو یاد بگیر، به خاطر اینه که وقتی هنر داری، مهارت داری، اعتماد به نفست هم بالاست، میتونی این هنر رو در خدمت دیگران هم باشی، دیگران رو یاد بدی، مربی دیگران باشی، مدرس دیگران باشی، استاد دیگران باشی. حس قشنگی به دست میده، اعتماد به نفست میره بالا، عزت نفست میره بالا. پس حتما یه مهارت یاد بگیر، در حدی یاد بگیر که بتونی به دیگران هم یاد بدی، بتونی تدریس کنی. و چه بسا اگر یه باور مالی خوبی هم در خودت ایجاد کرده باشی، نون خوبی هم در میاری، درآمدهای خوبی هم بهش میرسی. اما باید باور مالیت شکل بدی که من وارد هر کاری میشوم سود عالی به دست میارم، وارد هر کاری میشوم نون داره داخلش، به همین راحتی. اما یه چیزی دوستانه بهت بگم، همواره به ظاهرت هم برس، خوشتیپ کن، با کلاس باش. وقتی به ظاهرت میرسی، اعتماد به نفست میره بالا، به دیگران و مخاطبان خودت هم احترام میذاری. احترام جذابیت برات میاره. خوشتیپ بودن، خوشبوش بودن، ظاهر آراسته حس قشنگی به دیگران میده، حال تو هم خوبه. در بحث قوانین آفرینش و ارتعاش عرض کنم خدمتت که وقتی افکار خوبی دارین، حس خوبی دارین، ارتعاشی که به کائنات میفرستی برات اتفاقات خوبی ایجاد میشه. ارتعاش خوب و عشق ورزیدن و حال خوب یه خوبی هم داره. همه کسانی که در حوزه انرژی تو قرار دارن، حال اونا خوب میشه، سطح آگاهی اونا میره بالا. هر اتفاق قشنگی که برای تو بیفته برای اونا هم میفته. چه جالب. سطح ارتعاشت که بره بالا، حال همه کسانی که در حوزه انرژی تو قرار دارن هم خوب میشه. و نکته آخر که امیدوارم لایک کنی و کامنت بذاری و از ما حمایت کنی و دکمه سابسکرایب بزنی. نکته آخر، کارهایی رو انجام بده که به تو حس خوبی میبخشند، احساس خوبی در تو ایجاد میکنند. هر کار منطق، کار عاقلانه، هر کاری که به تو احساس خوبی میده. نویسندگی است، شنا، ورزش، مطالعه کتاب، تدریس، هر کاری که به تو احساس خوبی میبخشه. یه وقتی از کاری که انجام میدی در مسیر علایق و استعداداته، انجام میدی، حس قشنگی داری، از داخل اون نونهای خوبی هم در میاری، به درآمدهای عالی میرسی. دوستان عزیز، عزت نفس در حال شکوفایی و رشد هست، به شرطی که خودت ازش مراقبت کنی. مثل درختی است که باید ازش مراقبت کنی، به موقع کود بدی، آب بدی، هرس کنی، مواظب عزت نفس خودتون باشی. اگر قرار پولدار بشی، اگر قرار در زندگی زناشویی رابطه عاطفی خوب برقرار کنی، اگر قرار پدر خوبی باشی، اگر قرار کارمند خوبی باشی، اگر قرار فروشنده خوبی باشی، کلید همه اینا عزت نفسه. عزت نفس. خداوند در قرآن یه جمله داره، میگه که
هر کسی که به خدا ایمان داشته باشه و عزیزه. عزت نفس از عزیزی میاد دیگه. وقتی تو باور توحیدی در خودش شکل دادی و ایجاد کردی، فقط چشم امیدت به درگاه خداوند باشه و فقط به خداوند توکل کنی، عزیز و محبوب خدایی. و من یتق الله یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب فمن یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. پس اولین شرطی که خدمتت گفتم ایجاد باورهای توحیدی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. از اینکه با من امروز همراه بودی خیلی خیلی سپاسگزارم.